الله سبحانه و تعالی بر بالای عرش خود قرار دارد و علم او همه جا را فرا گرفته است. و شیخ رحمه الله تعالی میفرمایند و ایمان داریم به اینکه الله سبحانه و تعالی با علمش با خلقش است، در حالی که او سبحانه و تعالی با ذاتش در بالای عرشش قرار دارد. احوال بندگانش را می داند و سخنان آنها را می شنود و فعل کار و رفتار آنها را می بیند و یدبر امورهم و امر آنها را تدبیر می کند. هم بغل و فقیر را رزق می دهد و دلهای شکسته را جبران می کند. ملکش را هر کسی را که بخواهد می دهد و از هر کسی که بخواهد ملکش را می گیرد و هر کسی را که بخواهد عزت می دهد و هر کسی را که بخواهد خوار و ذلیل می‌گرداند و در دست او سبحانه و تعالی تمام خیر نیکویی هاست و او سبحانه و تعالی بر همه چیز قادر و تواناست. پس آن پروردگاری که شأنش این باشد، البته که او با همراهی مخلوقاتش است، با علمش، اگرچند که در بالای عرشش حقیقتا قرار دارد. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مثل مانند پروردگار کسی و چیزی نیست و او شنوا و بیناست. و آن سخنی را که حلولی ها و جهمی ها گفتند و غیر از اینها گفتند ما این را نمیگوییم، چگونه که گفتند که الله با همراهی خلقش است و میبینیم هر کسی که اگر این را گفت پس وی کافر است، گمراه است، بدبخت است، چون که الله سبحانه و تعالی را وصف کرد بر آن چیزی که لایق شایسته آن نیست. یعنی الله سبحانه و تعالی را بر نقص وصف نمود و نباید گفت که الله سبحانه و تعالی با مخلوقاتش است در زمین، زیرا این صفت نقص است و الله تعالی لایق نیست. گفتن این عباره کفر و ظلم و ضلالت است. شرح مؤلف رحمه الله تعالی هنگامی که ذکر نمود که او الله سبحانه و تعالی با همراهی خلقش است که در یک جا در بالای عرشش قرار دارد، هنگامی که ذکر نمود الله سبحانه و تعالی را که او با ذاتش در بالای عرش قرار دارد وصف نمود و استوای الله سبحانه و تعالی بر بالای عرشش قرار گرفتن را بیان نمود که بر بالای عرشش علو کردگی است عز و جل بر آن صفتی که لایق او سبحانه و تعالی است و کسی این را جز پروردگار نمیداند. ذکر نمود معیت الله سبحانه و تعالی را، چون این گاهی میشه که در نزد انسان اشکال پیدا می شود جمع بین علوی الله سبحانه و تعالی و معیت الله سبحانه و تعالی و همچنین قریب بودن الله سبحانه و تعالی به بندگانش. برای همین است که ذکر نمود که ایمان داریم و ایمان می آوریم اینکه الله سبحانه و تعالی با خلقش است که در این مورد در بالای عرشش قرار دارد. جمله حالیه است. معیت در لغت عرب در برگیرنده مصاحبه است، یعنی با همراهی. پس موافق سیاق و قرینه ها این گوناگون بیان کرده می شود. مثلا اگر بگویی که آب را با شیر آمیخته کردم، با شیر آمیخته کردم، پس در این مورد انسان میفهمه که پس آب رو دیگر از شیر جدا کرده نمی شود. اما اگر گفتی که زن با همراهی شوهرش است، پس در این مورد یعنی که مصاحبه، یعنی که دوستی و قرینگیری و نزدیک بودن آنها با هم دیگر. و این گپ در برگیرنده آن نیست که انسان با همراهی او یک جا باشد و بیچسبد، خیلی نزدیک هم باشد، یا اینکه در یک مکان باشند. شاید گاهی میشد که همسر در مشرق باشد و شوهر وی در مغرب باشد، یا که میگویند که قائد، یعنی که سردار سرلشکر با همراهی لشکریانش است، در حالی که وی با همراهی آنها نیست، یعنی که در خانه نشستش شاید نشستگی باشد، در حالیت دیگر وظیفه ها را اجرا کرده ایسا باشد، در حالی که لشکریان شاید در میدان جنگ باشند، در میدان قتال باشند، اما وی با همراهی آنها قرار ندارد. نکی چیز با همراهی ذکر می شود، معهم میگن. یا اینکه عرب میگوید که وقتی در صحرا می روند
هر جا که رویم ماهتاب با ماست. هر جا که رویم ماهتاب با ماست، در حالی که اینها در زمین هستند، ماهتاب در آسمان. پس از این بیان می‌گردد که معیه با همراه بودن در برگنده اختلاط آمیختگی یا اینکه در یک مکان بودن را در بر نمیگیرد، حسب قیاس و قرینه هایی که از بیان و تفسیر کرده می شود. و ما اهل سنت و الجماعت ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی با همراهی ماست، حقیقتا در حالی که در بالای عرش خود بر بالای آسمان ها قرار دارد. و آنچه که میگوییم که الله سبحانه و تعالی حقیقتا با ماست، این در برگیرنده آن است که الله با ما با همراهی ما شریک باشد، در یک مکان باشد. ابدا اگر معیت با همراهی مخلوقان که این مشارکت یعنی نبودن مشارکت باشد، پس بین خالق و مخلوق این از باب اولا است. ایمان می آوریم که الله سبحانه و تعالی با همراهی ماست، چون که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش می فرماید استعیذ بالله هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ترجمه: اوست که آسمان ها و زمین را و آنچه که در میان این آسمان ها و زمین است در 6 روز آفرید. سپس بر عرش خود بر بالای همه مخلوقاتش استوا یافت و هر چیزی را که در زمین فرو می آرد از دانه و باران و چیزی را که از زمین بیرون می آرد از نباتات و زراعت ها و هر چیزی را که از آسمان فرو می آید از باران و هر چیزی را که به آسمان بالا می برد از فرشتگان و عملهای بندگانش می داند و هر جا که باشید با علم خود همراه شماست و هر کاری که می کنید بیناست و در آن عملهای نیک که می کنید شما را پاداش خواهد داد. و این صفات لایق به جلال و عظمت او سبحانه و تعالی می کند که هیچ مخلوقاتش به او مانند نیست. اگر به این آیه کریمه که تلاوت کرده شد و ترجمه شد اگر ما اهمیت دهیم و نظر خودمان را خوب به این افکنیم، می‌یابیم که در همجا انمی ضمیرهایی که رفته است همش به سوی پروردگار باز می‌گردد. الله فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اون پروردگار است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. کی؟ الله. ثم استوى على العرش. کی؟ الله. یعلم ما یلج فی الارض. پس میداند هر چیزی را که در زمین فرو می رود. کی؟ الله. و ما یخرج منها. و هر چیزی که از زمین می روید. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیه. و اون چیزی که از آسمان می فراید و اون چیزی که به آسمان می باراید. کی میداند اینها را؟ الله. و هو معکم اینما کنتم. پس کی با همراه شماست؟ الله تعالی. اینما کنتم، هر جا که باشید. در اینجا همه ضمیرها با سوی الله سبحانه و تعالی برمیگردند. بر ما لازم است که این معیتی که الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است در کلامش حقیقتا ما بر این ایمان بیاوریم. و لازم گیرنده این است که چیز اختلاط و آمیختگی یا که یکجا شدن باشد. و لازم گیرنده آن است که الله سبحانه و تعالی در همه مکان با همراهی ما باشد، چگونه که جهمی ها این سخن را گفتند. بلکه الله سبحانه و تعالی با همراهی ماست و او در بالای عرش خود قرار دارد. اگر به سوی کلام عرب برگردیم، اسلوب گفتگوی عرب در این عرب میگوید که القمر معنا، مهتاب با همراهی ماست، در حالی که ما در زمین قرار داریم و مهتاب از ما فرسخ دور است، در آسمان قرار دارد.
و این یگام تناقضی نیست، یگام مخالفتی نیست در این. پس الله سبحانه و تعالی حقیقتا با همراهی ماست و نیازی بر تحریف و تغییر ندارد. چگونه که عبدالله ابن احمد در شرح سنه از ابن عباس رضی الله عنه روایت می نماید که فرمودند که آسمان های هفتگانه با زمین های هفتگانه در کف دست پروردگار مثل یک خردل است، مثل یک دانه خرد است. پروردگاری که اینقدر عظیم و شان است، ما رو احاطه کرده نمیتوانیم. واجب است بر ما ایمان بیاوریم بر آنچه که الله سبحانه و تعالی بر خودش وصف کرده است، که الله سبحانه و تعالی حقیقتا در آسمان قرار دارد و حقیقتا با همراهی ماست. اگر بر این ایمان آوردی که الله سبحانه و تعالی با همراهی توست و احوال تو را میداند و تو را میبیند و از نظر او چیزی پنهان نیست، پس در این هنگام ایمان انسان قوی میگردد و خوف بنده از پروردگارش قوی میگردد. مراقبت حقیقی در قلب بنده نسبت پروردگارش زیاد میگردد. اگر در یک خانه تاریکی هم باشی، از نظر الله سبحانه و تعالی این پوشیده نیست. الله سبحانه و تعالی تو را میبیند، از احوال تو با خبر است. چگونه بین علوی الله سبحانه و تعالی و معیت او سبحانه و تعالی جمع کنیم؟ پس جمع بین این به سه وجه است. اول الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرد که الله سبحانه و تعالی عالی است، بالا مرتبه است، بالا مقام است و در یک حال او با همراه ماست. و ممکن است اینکه الله سبحانه و تعالی در نفس خود این دو وصف را کرده باشد، در حالی که این دو وصف با همدیگر مخالفت باشد. ابدا. پس چیزی را الله سبحانه و تعالی وصف کرد، باید میگرده که جمع بین اینها کردن درست است و ممکن است. و الله سبحانه و تعالی خود را به این و آن وصف کرد. فرمود ثم استوى علی عرش، بر بالای عرش قرار گرفت و فرمود و هو معکم، و او با همراهی شماست. و دوم، علو الله سبحانه و تعالی معیتش را نفی و مخالفتی نمی کند. چگونه که بعضی از مثال ها زده از اسلوب عرب همین بود که چیز می گفتن که محتاب با همراهی ماست، در حالی که محتاب از زمین فرسخ ها دور است. اگر فرض کردن که بین اینها تناقض است، مخالفتی است، پس این در حق مخلوق است. اما در حق الله سبحانه و تعالی این چیز وجود ندارد، چون الله خود میفرماید که لیس کمثله شیء، مثل مانند پروردگار کسی و چیزی نیست، و قیاس کردن نمیشود چیزی را با پروردگار. و آن چیزی که در حق بنده اگر که جایز نباشد، ممتنع باشد، ناممکن باشد، پس البته که در حق الله سبحانه و تعالی این ممکن است. یا آن چیزی که در حق الله سبحانه و تعالی این ممکن باشد، پس برعکس این در حق بنده این ممکن بودنش نادرست است. و الله سبحانه و تعالی احوال ما با خبر است، احوال ما را میداند، سخنان ما را میشنود و فعل هایی که انجام دهند حتما میبیند و تدبیر کننده تمام امور ماست و فقیر را ریسک میدهد و قلب شکسته را جبران میکند. از برای هر کسی بخواد، از هر کسی بخواد ملکش را کشیده میگیرد و هر کسی را که بخواد عزت میدهد، شرف میدهد و هر کسی را بخواد این را از او میگیرد، خار و ذلیلش میگردد. تمام خیر نیکی در دست پروردگار است و پروردگار بر هر چیز قادر است. همه این در برگیرنده معیت الله سبحانه و تعالی است. و هنگامی که اهل بدعت منتشر شدن، این سخنان باطل را بافتن بر الله سبحانه و تعالی، لازم گشت که سلف صالح این را بیان کنند که الله سبحانه و تعالی با علم خود با همراهی ماست. چگونه که ابن کثیر رحمه الله تعالی در تفسیرش این را ذکر می نمایند در مجلد چهارمش، و همچنین ابن رجب رحمه الله تعالی، ابن رجب حنبلی در جامع علوم و حکمش ذکر کردن این را، که گفتن که الله سبحانه و تعالی با همراهی ماست، با علمش میبیند ما را، میشنود و سلطنت و قدرتش با همراهی ماست و تدبیر کنندش، الله تدبیر کننده امور ماست، ربوبیت او سبحانه و تعالی. چگونه که عبدالله ابن مبارک رحمه الله تعالی میفرماید که لا نقول کما یقول جهمیه، آنطور جهمی میگویم و اون را نمیگویم. الله سبحانه و تعالی با همراهی ماست
و الله سبحانه و تعالی میفرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مثل مانند پروردگار کسی و چیزی نیست و او شنوا و بیناست. این دلالت بر اشاره بر معیت الله سبحانه و تعالی میکند که الله سبحانه و تعالی در بالای عرشش قرار دارد و علم او همه جا را فرا گرفته است. و آن سخن زیشتی را که حلولی ها و جهمی ها میگویند و این را نمیگوییم، که جهمی ها میگویند که الله سبحانه و تعالی با همراهی خلقش در زمین است و هر کس که این سخن را بگوید پس وی کافر است و گمراه است. کافر است اگر حجت بر وی رسیده باشد، چون که وی این را حلال شماره در حق الله سبحانه و تعالی این ناقصی را. اگر غیر این نباشد پس وی گمراه است، بدبخت است. پس به هر حال این قول مردود است، گوینده آن یا کافر است یا گمراه و بدبخت است حسب حالش. چون الله سبحانه و تعالی را وصف کرد با آن که این لایق پروردگار نیست، در حق پروردگار این ناقصی است. سپس بدان که مقتضای معیت عام و خاص میگردد. اگر مقصود از معیت این بیان احاطه کردن الله سبحانه و تعالی تمام خلقش باشد، این معیت عام است. چون که الله میفرماید و هو معکم اینما کنتم، هر جایی که باشید الله با همراهی شماست. این معیت عام است. و قول الله سبحانه و تعالی و هو معکم اینما کانوا، یعنی اینکه الله سبحانه و تعالی با علمش هر جا که باشند با آنهاست. و این قسم را علما رحمهم الله تعالی معیه عام نام نهادند. و مقصد از این بیان احاطه کردن الله سبحانه و تعالی تمام مخلوقاتش را می باشد. و معیت گاهی میآید از باب تحدید، چون که الله سبحانه و تعالی می فرماید استعیذ بالله یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. آنها پنهان میکنند از مردم عملهای ناشایسته خود را و از الله پنهان و شرم نمیکنند، حال آنکه او سبحانه و تعالی با آنهاست. حال آنکه او سبحانه و تعالی با آنهاست. آنگاه که در شب میان خود مشورت میکردند و سخنان را به زبان میآورند که الله از آن ناخوشنود است و الله بر آنچه میکنند فراگیرنده تر است، یعنی داننده همه سیرهای پنهان و آشکار است. این را معیت تحدید میگویند، تحدید در شأن این انسان ها. و معیت گاهی به معنای نصرت و تأیید کردن و وصف کردن می آید، چون که الله می فرماید ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الله سبحانه و تعالی با همراهی شخصان پرهیزگار است، با تقوا است و با همراهی بندگان محسن نیکوکارش است. و قول الله سبحانه و تعالی واصبر ان الله مع الصابرین، صبر نما، امر الله با همراهی صبر کنندگان است. در اینجا الله سبحانه و تعالی با شخص این را قید نکرد، بر وصف این را قید کرد، احسانکارا با تقویان. اما در بعض از آیه های دیگر الله سبحانه و تعالی با شخص این را قید نمود، چگونه که میفرماید استعیذ بالله اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، هنگامی که رسول صلی الله علیه و با همراه صاحبش در غار حرا گفت لا تحزن، غمگین مباش، با درست که الله با همراهی ماست. در دیگر آیات الله سبحانه و تعالی برای تسلی تقویت موسی علیه السلام و هارون فرمود لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، نترسید ای موسی و هارون، من با همراهی شما هستم، میشنوم و میبینم. یعنی که آنها را میشنود و میبیند. تأیید است و نصرت است. پس معیت الله سبحانه و تعالی چهار نوع است. یکم بیانی احاطه کردن تمام مخلوقاتش، دوم از باب تحدید، سوم مقصد از باب نصرت و تأیید و مقید نمودن آن به وصف، چهارم مقصد از باب نصر و تأیید ولیکن مقید نمودن آن با شخصه. همه این نوعها یکم نفی منافات ندارد و علو الله سبحانه و تعالی.
معیت ثابت است چگونه که حقیقتا ما آن را ذکر نمودیم. الله سبحانه و تعالی بر بالای عرشش علو کردگی است و با همراهی خلقش است و در یک مورد در بالای عرش خود قرار دارد. اگر گوینده گوید که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید، بدرست که ما انسان را آفریدیم و میدونیم که در نفس وی چی چیز وسوسه میکند و ما از رگ گردن وی هم نزدیکتر به او هستیم. پس در اینجا شامل می شود انسان مؤمن، کافر، عابد، غیر عابد، داعی و غیر داعی همه داخل می شود. جواب شیخ الاسلام فرمودند که ما قریبتر هستیم از انسان با ملائکه های خود. قید کرد در دام آیات چی می‌فرماید؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، دو ملائکه از راست و چپ وی چیز قرار دارند. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.